گچکاری دیگه نمیصرفه. این چه وضعشه؟ از صبح تا شب کار کن، هیچی به هیچی. به درد نمیخوره. موزا پایینه. 11 سال من تو کار ساختمونم. دو تا روستاییم الان خب بالا 1000 نفر گشتکار داریم. همون بیکار. وقتی موزمون کم باشه مجبوریم شغلمون عوض. یه سری بچه‌ها به فکر تغییر شغلن. تو توی عمری وقت تو گذاشتی، کلی زحمت کشیدی، مهارت رو به دست آوردی. حالا یه ابزاری اومده، کی بهتر از خودت که بیای با این دستگاه کار کنی؟ یه پرایدم که بخواد بخره بره تو استاب کار بکنه، اینو بعد 400 میلیون سرمایه گذاری بکنه. با دستگاه گشت‌پشت با سرمایه 400 میلیونی تو کار خودش سرمایه گذاری میکنه، کمتر از 2 ماه به اون درآمد مثلا 200 میلیونیه برسه. چه بخوایم چه نخوایم ظرف مدت 1 سال دیگه 2 سال دیگه این دستگاه، این سیستم تو بازار جا میفته و گچکارهایی که یا استادکارهایی که رو به این روش نیارن 1 سال دیگه 2 سال دیگه از بازار حذف میشن و دیگه جای تو این بازار ندارن.